سلام به شما. آماده اید که با هم یه سفری بریم به گوشه‌های شاید کمتر شناخته شده ی ذهن و تمایلات انسانی؟ سلام، بله، حتما. منابعی که بررسی کردیم دریچه جالبی باز میکنه به این دنیا. دقیقاً. میخوایم در مورد یه سری جاذبه‌های خیلی قوی صحبت کنیم. جاذبه‌های متمرکز که بعضیا نسبت به مثلا اشیا، موقعیت‌ها یا حتی بخشایی از بدن حس میکنن. آره، چیزهایی که شاید برای خیلی از ماها خب خیلی عادی به نظر نرسه. هدفمون اینه که با یه نگاه کنجکاو بدون قضاوت بفهمیم این علاقه‌مندی‌های خاص چی هستن اصلاً، چرا وجود دارن، یکم این موضوع رو باز کنیم. همینطوره. و نکته جالبش اینه، چیزی که تو این منابع هم بود، این نوع کشش‌ها که حالا تو روانشناسی اسمای فنی‌تر هم دارن، مثل پارافیلیا یا همون فتیشیزم. بله؟ اونقدرها هم که فکر می‌کنیم نادر نیستن راستش. خیلی ها ممکنه تو دنیای فانتازیشون علاقه‌های خاصی داشته باشن. جدی؟ گاره، حتی بعضی منابع میگن شاید اصلا به تعداد آدما تنوع تو این علایق وجود داشته باشه. واو، واقعا جالبه. یعنی خیلی فراگیرتر از تصور معمول ماست. خب حالا سوال اصلی اینه که این علاقه‌های خاص، این تمرکزها از کجا میان؟ یعنی دلیل مشخصی دارن؟ ببینید، پیدا کردن یه علت واحد خب سخته. چون تحقیقات مختلف هم که دیدید نظریه‌های متفاوتی رو مطرح کردن. مثلا چی؟ مثلا بعضیا به تجربیات اولیه اشاره میکنن. شاید تو نوجوانی یا حتی قبل‌تر تو کودکی. آها. یعنی ممکنه یه تجربه لذت بخش اولیه خیلی تصادفی با یه شی یا یه موقعیت خاص همزمان شده باشه. بعد یه جور انگار شرطی سازی ذهنی اتفاق افتاده یا پیوند ناخودآگاه شکل گرفته. پس یعنی ریشه هاش میتونه خیلی شخصی و حتی شاید بگیم اتفاقی باشه؟ اینطور نیست که یه الگوی ثابت برای همه وجود داشته باشه. دقیقاً، همین فردی بودنش خیلی مهمه. البته در کنار این بعضی تحقیقات جدیدتر هم هستن که نقش عوامل بیولوژیک رو بررسی میکنن. مثل چی؟ مثلا ساختار مغز یا حتی ژنتیک. ولی خب اینا هنوز خیلی قطعی نیستن. شواهد محکمی نداریم هنوز. بیشتر یه مجموعه ای از عوامل احتمالی رو باید در نظر گرفت. یه سوال مهم دیگه که حتما برای شما شنونده‌هام پیش میاد اینه: مرز بین داشتن یه علاقه خاص، یه فانتزی، با چیزی که دیگه مشکل ساز میشه کجاست؟ یعنی هر علاقه غیر معمولی یه جور اختلاله؟ این دقیقاً نکته کلیدیه. خیلی خوب شد مطرح کردین. ببینید، صرف داشتن علاقه به یه چیز خاص فی نفسه مشکل نیست. خب پس کی مشکل میشه؟ نکته‌ای که تو منابع هم خیلی روش تاکید شده اینه: این علاقه ها فقط وقتی اختلال حساب میشن که باعث ناراحتی شدید، آشفتگی ذهنی برای خود فرد بشن، یا اینکه منجر به آسیب رسوندن به دیگران بشن، یا عملکرد عادی فرد رو مختل کنن، مثلا تو زندگی روزمره، تو روابط اجتماعی، روابط شخصی. پس یعنی مهم اون حس رضایت و آسیب نزدن هست، نه اینکه علاقه چقدر غیر معمول به نظر میاد. درسته؟ کاملا درسته. یه عامل دیگه هم وابستگی شدیده. یعنی فرد برای اینکه به برانگیختگی یا رضایت جنسی برسه، حتما و فقط به اون شی یا موقعیت خاص نیاز داشته باشه. یعنی بدون اون اصلاً نشه. آره، بدون اون دچار مشکل بشه. اگه اینطوری نباشه و تا وقتی که آسیبی به کسی نرسه و رضایت طرفین هم باشه، خب این صرفاً یه ترجیح شخصیه. بخشی از تنوع تمایلات انسانیه و اصلاً نباید با دید منفی یا قضاوتی بهش نگاه کرد. پس با این تعریف با یه دنیای خیلی خیلی متنوع طرفیم. از تمرکز روی اشیای بیجان گرفته تا قسمت‌های خاصی از بدن یا حتی نمیدونم سناریوهای مشخص. بله، دقیقاً. طیفش واقعاً وسیعه. همونطور که تو منابع شما هم بود، این تنوع خیلی شگفت انگیزه و موارد جالبی رو شامل میشه که جای بحث و بررسی بیشتر داره. نشون میده که دنیای تمایلات انسانی چقدر پیچیده و رنگارنگ واقعاً. خب این گفتگوی اولیه ما یه جورایی فقط یه نگاه خیلی کلی بود به این دنیای پیچیده و راستش جذاب. فهمیدیم که این کشش‌های خاص وجود دارن، لزوماً هم مشکل یا اختلال نیستن و ریشه‌های احتمالیشون هم مختلف و فردیه. آره، یه مقدمه بود برای بحث‌های بعدی. دقیقاً.
در ادامه این کاوش قرار عمیق‌تر بشیم تو جنبه‌های مختلف این موضوع که توی منابع بهشون اشاره شده. حالا برای شما شنونده عزیز چه چیزی توی این بحث اولیه جالب‌تر بود یا بیشتر فکرتون رو مشغول کرد؟ و شاید یه سوال مهمتر که میشه تا گفتگوی بعدی بهش فکر کرد این باشه: مرز دقیق بین یه ترجیح شخصی، یه علاقه گذرا یا حتی یه کنجکاوی ساده با چیزی که دیگه تبدیل میشه به یه نیاز اصلی، یه چیزی که تمام فکر و ذهن فرد رو میگیره و شاید حتی زندگیش رو تحت شعاع قرار بده، واقعاً کجاست؟ سوال خوبیه. این مرز چطور تعریف میشه؟ چه عواملی تو تعیینش نقش دارن؟ این سوالیه که میتونید تا دفعه بعد روش فکر کنید.